روستای کاهک، شهرستان داوردن، مدخل عمومی استان خراسان رضوی، بارگاه سامن الحجج و دادگاه دکتر علی شریعتی. وطنم کوه غرورم با توست، همه جا شور و شعورم با توست. وطنم ای وطن پاک و نجیب، صبر ایوب صبورم با توست. وطنم عشق تو در جان و تنم، این همه حس بلورم با توست. وطنم نغمه آزادگیم، شادیم، شور و سرورم با توست. وطن من چقدر غم داری، دل من گرچه که دورم با توست. وطنم گوهر نایاب جهان، مرگ من با تو ظهورم با توست. وطنم هیچ رهایت نکنم، روح من داخل گورم با توست. روح من داخل گورم با توست.